در پیش شب قدر است، شبی که در فضل و شرف آن خداوند یک سوره کامل در قرآن نازل کرده. به نام این شب آن سوره نامگذاری شده که آن سوره سوره قدر نام دارد. شبی که ملائکه های آسمان به زمین فرود می آید. این کتابی موسمی نیست که به گذشتن رمضان به آخر رسیدن این ماه مناسبت ما دوستی ما نیز به آخر رسد. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. خداوند عزوجل این قانون حتمی را بیان کرده در سوره طه. هر کسی از قرآن رو میگرداند، هر کسی از قرآن دور می شود، فإن له معیشة ضنکا. بسم الله الرحمن الرحیم و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزدار عزیز و ارجمند، ای شخصی که خداوند برایت لطف کرده، تو را گرامی داشته تا به این ماه برسی، تو را به این ماه رسانیده و توفیق روزداری برایت عطا کرده. آیا میدونی که در پیش شبی داریم که نه تنها از 1000 شب بلکه از 1000 ماه بهتر است؟ در پیش شب قدر است، شبی که در فضل و شرف آن خداوند یک سوره کامل در قرآن نازل کرده. به نام این شب آن سوره نامگذاری شده که آن سوره سوره قدر نام دارد. شبی که ملائکه های آسمان به زمین فرود می آیند، همراه آنها سروری ملائکه ها، بزرگترین فرشته جبرئیل امین نیز به زمین می آید. شب قدر شبی است، شب فرح و سعادت، شب تهنیت، شب رحمت، شب لطف و رحمت ها و برکت ها و عنایت های الهی برای اهل زمین، برای بندگان مؤمن، برای روزداران. شبی که هر کی از آن محروم ماند، هر کی قدر آن نشناسد، خیلی و خیلی از خیر و برکت های الهی محروم میماند. شب قدر است، باید آن را قدر کرد تا به قدر شد. البته دوستان عزیز، شما در فضیلت و برکت و شرف این شب زیاد شنیده اید، مطمئنم. اما بار اندیشیده ایم، آیا بار فکر کرده ایم که این همه عظمت و این همه شرفمندی سرش در چی باشد؟ آیا بار خود را این سوال را کرده ایم چرا این شب اینقدر با فضیلت است؟ چرا این شب اینقدر عظیم و بزرگ است؟ دوستان عزیز، روزداران ارجمند، سری عظمت، سری شرافت، سری برکت این شب در قرآن است، در کتابی که در اختیار داریم. سری بزرگی این شب در کلام الله است. این شب شبی است که این کتاب در این شب نازل شده. این کتاب از آسمان برای اهل زمین هدیه شده. کتاب الله یا کلام الله، کتاب الله عزوجل، کلام او پروردگار. در این اضافه، در این نسبت دقت کنیم دوستان عزیز. کتاب فلانی علانی نه، کتاب خداوند عزوجل، کتاب خالق آسمان ها و زمین، کتاب پروردگار عالمیان، سخن او تعالی. خداوند علیم و قدیر و حکیم، ذو العرش المجید، فعال لما یرید. خداوند صاحب عرش، خداوند قادر و توانا و یکتا، فرد و احد و صمد، بی نیاز و غنی، عزیز و قدیر و غالب. این کتاب سخن این پروردگار است. راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. این مثل دیگر کتاب ها نیست. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. کتاب سعادت است، دستور زندگی است. هر کی سعادت میخواهد مرحمت. سری سعادت در رو آوردن به این کتاب است. راه درست زندگی نمودن با دستور، با فرمانها، با سفارش و هدایت های این کتاب است. ای چو شبنم در زمین افتیده‌ای، در بغل داری کتاب زندگی. علامه اقبال مسلمان را خطاب کرده میگوید اگر میخواهی درست زندگی کنی، درست حرف زنی، درست عائله بنیاد کنی، در جامعه مناسبت های درست با مردم برپا کنی، اگر میخواهی در زندگی به صلاح و در آخرت به فلاح و رستگاری رسی، در اختیار کتاب
قرآن داری، ای چو شبنم در زمین افتیده ای، در بغل داری کتاب زندگی، بر هیچ فلسفه دیگر، بر هیچ تعلیمات دیگری نیاز نداری. هر آنچه که برایت لازم است خداوند در این کتاب بیان کرده. قرآن کتابی است که روح را صفا و قلب را حیات می بخشد. قلبی که از قرآن بیگانه است قلب مرده است. روحی که از قرآن دور است روحی تاریک است. نامش جان است ولی بیجان است، مرده است. روح قرآن است، یعنی جان است، جان را حیات می بخشد. وگرنه مجردی نفس کشیدن کافی نیست که انسان زنده باشد، می باید از روح قرآن به روحش اضافه کند اگر می خواهد به حقیقت زنده باشد. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، خداوند این کتاب را روح نامیده. برای روح است، برای جان است، جان را حیات می بخشد. در جای دیگر در این معنا خداوند عزوجل فرموده یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای کسانی که ایمان آورده اید وقتا خداوند و پیامبرش شما را به سوی آن چیزی که به شما حیات می بخشد فراخوانند شما استجابت کنید. شما دعوت پیامبر را، دعوت خدا را به سوی قرآن پذیرید، زیرا قرآن برای شما حیات می بخشد، شما را زنده می سازد، یعنی زندگی معنوی، زندگی حقیقی به شما می دهد. آنکه حی لا یموت آمد حق است، زیستن با حق حیاتی مطلق است. هر کسی حیات مطلق خواهد، حیات کامل خواهد، حیات بردوام خواهد در دنیا و در آخرت و در قبر، به قرآن رو آرد. هر کی به حق زیست جز مردار نیست، گرچه کس در ماتم او زار نیست. هر کی از قرآن دور ماند واقعا مرده است. گرچنده بالای سری او ناله نمی کنند، گرچنده او را جنازه نمی خوانند، ولی شخصی مرده است. در معیار قرآن، در ترازوی قرآن مرده حساب است. چرا؟ چون که از روح قرآن به روحش اضافه نکرده، چون که جان مردهش را با روح قرآن حیات نبخشیده. قرآن کتابی است که انسان را از ظلمات، از تاریکی ها به سوی نور می آورد. در این مورد خداوند عزوجل فرموده کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن کتابی است که آن را به تو نازل کردیم ای فرستاده ما. به چه مقصد؟ این قرآن چه وظیفه دارد؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا مردم را از تاریکی ها، از گمراهی به سوی نور، به سوی هدایت بیاوری، بیرون سازی. به سوی نور هدایت، به سوی نور ایمان، به سوی نور توفیق، به سوی نور جنت و دیدار خداوند عزوجل. ظلمات آمده در آیه کریمه. تاریکی ها یک تاریکی نیست بلکه تاریکی های بیشمار است. فلسفه های گوناگون در دنیا وجود دارد، رویه های بیشمار وجود دارد، ضلالت های بی حساب در این دنیا موجود است. اما راه یگانه، راه نجات، یک نور وجود دارد، آن نور قرآن است. لتخرج الناس من الظلمات به صیغه جمع آمده، از تاریکی ها، از گمراهی ها به سوی نور بیاوری. پس هر کی به قرآن رو نآرد، از نور قرآن خود را روشن نسازد، در این تاریکی هایی که قرآن ذکر کرده باقی میماند. بنابراین دوستان عزیز، این کلام خداست، این نور و هدایت و رحمت است، این حیاتی روح است. نباید مناسبت ما ای روزداران عزیز، مناسبت ما با قرآن نباید تنها در همین ماه باشد. این کتابی موسمی نیست که به گذشتن رمضان، به آخر رسیدن این ماه مناسبت ما، دوستی ما نیز به آخر رسد. نه، نباید چنین باشد. این کتاب حیات است، کتابی همه عمر است. هر کسی از چشمه گوارای این کتاب عظیم الشأن قرآن آب ننوشد، همیشه عمر باد در تشنگی باقی میماند. صرفی نظر در کدام قصر زندگی میکند، صرفی نظر در کدام ماشین های خیلی نرم و قیمت هم سوار شود، صرفی نظر چی میپوشد، چی میخورد، چی مینوشد، اگر بهترین نوعی
زندگی را از حسابی از نگاه مادی برای خود فراهم سازد هم همیشه در تشنگی و در دلتنگی باقی میماند. این قانون الهی است. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. خداوند عزوجل این قانون حتمی را بیان کرده در سوره طه. هر کسی از قرآن رو میگرداند، هر کسی از قرآن دور می شود، فإن له معیشة ضنکا، زندگی تنگ، زندگی ناگوارا، زندگی ناهموار، زندگی با همه اندوه و غم و دلگیری نصیب او می شود و او نوشته می شود. حتما خوشی را نمی بیند، سعادت را پیدا کرده نمی تواند، زیرا یگانه سرچشمه سعادت کلام خداست که او دور شده از این. چگونه آن را پیدا کند؟ چگونه سعادت را یابد که از سرچشمه سعادت دور افتاده؟ علامه اقبال این شاعر قرآنی ما را چون عادت همیشگیش به سوی قرآن فرا می‌خواند، به روی آوردن به نور قرآن، به هدایت قرآن ما را دعوت کرده. میگوید چون مسلمانان اگر داری جگر، در ضمیری خویش و در قرآن نگر. صد جهان تازه در آیات اوست، عصرها پیچیده در آیات اوست. یک جهانش عصر حاضر را بس است، گیر اگر در سینه دل معنی رس است. بنده مؤمن ز آیات خداست، صد جهان در بری او چون قباست. چون کهن گردد جهان در برش، می دهد قرآن جهان دیگرش. شخص مسلمان هرگاه در زندگی به هدایت، به راهنمایی نیاز پیدا کند، آن را در قرآن میتواند پیدا کند. بنابراین هر کس اگر نجات میخواهد، سعادت میخواهد، در دنیا صلاح کار میخواهد و در آخرت فلاح و رستگاری و سربلندی، در پیش تنها یک راه دارد، میباید به دامن قرآن چنگ زند. خداوند عزوجل در این معنا فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا، بر اسمان خداوند چنگ زنید. از صحابگان حضرت علی و ابن مسعود و ابی سعید خدری و زید بن ثابت و از تابعیان از حسن بصری، از همه این بزرگان تفسیر روایت شده که گفتن ریسمانی که اینجا خداوند گفته چنگ زنید قرآن است. این بزرگان گفتن کتاب الله هو الحبل الممدود من السماء الى الارض. کتاب الله قرآن عظیم الشان ریسمانی است که خداوند آن را از آسمان به زمین دراز کرده گذاشته، برای بندگان، در اختیار بندگان گذاشته. پس هر کی نجات خواهد بر ریسمان چنگ میزند. اینجا ریسمان به معنای مجازی استفاده شده، آنگونه که شخصی که نزدیک است که غرق شود به او ریسمان دراز کرده می شود تا آن ریسمان را قپیده چنگ زده نجات یابد. خداوند برای نجات از فتنه های دنیا، نجات از راه های زلالت، بیرون شدن از گمراهی ها، خداوند عزوجل این ریسمان را دراز کرده که هر کی نجات خواهد، هر کی از غرق شدن خواهد برهد، به این ریسمان باید چنگ زند. امام ترمذی و امام دارمی از روایات حضرت علی از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت کردند که ایشان فرمودن انها ستکون فتن، بزودی فتنه ها سر میزند. حضرت علی راوی این حدیث پرسیدند فما المخرج یا رسول الله، راه برآمد از آن فتنه ها در چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کتاب الله، قرآن است. راه نجات از فتنه ها قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ادامه این حدیث فرمودند من قال به صدق و من عمل به رشد و من اعتصم به هدی الی صراط مستقیم. گفتند هر کی با قرآن سخن گوید به حقیقت سخنی راست گفته و هر کی طبق فرموده های قرآن عمل کند به حقیقت عملی درست کرده و هر کی به سوی قرآن پناه برد و به آن چنگ زند صراط المستقیم را دریافته است. در این جمله های نبوی دقت کنیم دوستان عزیز، جوامع الکلم است. یعنی این سه کلمه کوتاه یک جهان معنی دارد: صدق در سخن و رشادت و درستی در عمل و نجات از فتنه ها. من قال به صدق، هر کی با قرآن حرف زند سخنی راست گفته. هر کی صدق سخن خواهد باید سخنش قرآنی باشد، باید مصدر سرچشمه سخنهایش قرآن باشد. و من عمل به رشد، هر کی خواهد کاری با رشادت، کاری درست، کاری صحیح، کاری مقبول کند باید طبق فرموده های قرآن عمل کند.
و شخصی از فتنه ها نجات خواهد باید به سوی قرآن رو آرد، به قرآن چنگ زند. راستی در سخن، رشادت در عمل و نجات از فتنه ها. این از فضیلت و برکت و شرافت این کتاب. دوستان عزیز، کتابی که من و شما با لطف و رحمت پروردگار آن را در اختیار داریم. کتابی که در شب نازل شد که آن شب شب قدر نام گرفت. شب قدری که در پیش داریم. خداوند ما را از بندگان قرار دهد که شب قدر را در میابند و آن را به عبادت و تضرع و خشوع و دعا سپری می سازند و قدر نعمت قرآن را می شناسند و این کتاب صاحب قدر را قدر می کنند، گرامی می دارند. ما را از بندگان قرار دهد که این کتاب را دوست می دارند، تلاوت می کنند، به این کتاب عمل می کنند و گفته های این کتاب را به دیگران می رسانند. دوستان عزیز، روزه‌داران گرامی، در حفظ و امان خداوند باشید.